به نام خدا، دکتر حمیدرضا برنامه‌ای هستم. امروز می‌خوایم یکم در رابطه با آنالیز حرکت در اوپن سیم با هم صحبت بکنیم. خب همونطور که می‌دونید نرم افزار اوپن سیم یکی از نرم افزارهای قدرتمند تو بحث مدل سازی اسکلتی عضلانی و به دست آوردن پارامترهای ورزشی، پزشکی، مهندسی در بدن انسان و موجودات زنده و حتی در واقع سازمان‌ها و ساختارهای مکانیکی و مهندسی. امروز می‌خوایم در رابطه با کاربرد یکی از اونها در راه رفتن با هم صحبت بکنیم. ببینید یکی از کاربردهایی که نرم افزار اوپن سیم داره اینه که شما میتونید دیتاهایی که از آزمایشگاه آنالیز حرکت یا از هر جای دیگه که دارین ثبت کردین بیارید در نرم افزار اوپن سیم و مدل سازی کنید اونا رو. به عنوان مثال این یک راه رفتن انسان نرماله که میبینید میتونید پارامترهای نیروهایی در پارامترهای سینماتیکی، سینتیکی، نیروهای عضلانی و نیروهای مفصلیش رو به دست بیارید. یا به عنوان مثال میتونید برای شخصی که دچار آسیب دیدگی هستش، به عنوان مثال شخصی که دچار بیماری سی پی یا همون فلج مغزی هستش این کارو بکنید. این دیتا برای یک کودک فلج مغزیه که راه رفتنش یکم اختلال داره و میبینید که طول عضلات با طول عضلات یک انسان نرمال متفاوته و بنابراین تفاوت‌های خیلی زیادی در پارامترهای سینماتیکی و سینتیکی در اندام‌های تحتانی یا فوقانی یا حتی ستون فقرات ایجاد کنه. ما با استفاده از این تاکتیک و این نرم افزار میتونیم بیایم و کارهای متفاوتی انجام بدیم. میتونیم بیایم تو بحث‌های توانبخشی کار کنیم، میتونیم بیایم اسیستنت دیوایس هایی مثل ویلچر، مثل واکر، مثل اورتسا و پورتسا رو طراحی کنیم یا حتی اگزواسکلتون ها. این نرم افزار به شما این قابلیت رو میده که تو بحث‌های ورزشی و تو بحث‌های کاربردی هم وارد بشین. همونطور که میدونید تو بحث ورزش دو تا پارامتر خیلی برای ما مهمن. یک improve در واقع پرفورمنس یا در واقع ارتقاء اون عمل کرد و دو injury prevention یا پیشگیری از آسیب که این دو تا مورد رو ما میتونیم با نرم افزار اوپن سیم در واقع پیش بینی کنیم که این برای ما خیلی اهمیت داره. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. شما رو به خدا میسپارم.